ببینه آبروی اعتباری فرد میگیرد زی ملت احترام، ملت از افراد مییابد نظام. فرد شخصیت از بزرگی ملتش آبرو میگیره. وقتی که ملت آبرو نداره، وقتی که نسبت ملت به آبروگی میشه و ببینه فرض کردیم تبریکاتی وابسته به عید رمضان یا عید قربانی پرزیدنت توسط یک فرض کردیم ژورنالیست خوانده میشه، این به احترامی نسبت همون ملت نیست. روز یکم شهید باید که چیکار میکردن؟ اعلان روز ماتم میکردن و همه شهیدها باید که با نام گرفته میشدن و حتما پرزیدنت شخصا میبرومد چیکار میکرد؟ تعزیه بیان میکرد و سروزیرش هم و همه ژورنالیست‌ها و دیگه. این تحقیر نسبتی، من شخصا فکر میکنم که تحقیر نسبتی همین ملت تاجیک است و من از همین جا یک پیشنهاد دارم که همه شخصایی که در همین جنگ فاروق شهید شدن به اونا قهرمان خلق تاجیک داده شود. بله خوب شد صدا بفرما. شما سوال داده که توهین نسبت امام علی رحمان قصدن است یا سهوا؟ بله درست است. هیچ ممکن نیست که دولت مثل روسیه با این ترقیاتی فرض کردیم وسایل اخباری عمومش در فرض کردیم نسبت یک رئیس جمهور یک دولت تهو کرده باشه. من گمان میکنم که این قصدن است. فکر میکنی کی پشتش ایستاده است؟ ببینه همه وقت همه دولت ها عموما همین لیبرال های دنیا همه وقت کوشش میکنن که آبروی خودشون در فرض کردیم توهین دیگر رو پس زدن دیگر ملت ها نشان بدن و همین خاطر و این سبب اساسیش هم اینا نیستن. در طول 30 سال من برای شما یک مثال میارم. در طول 30 سال ببینید که تمامی فرض کنیم اخباراتی که وسایل اخباری عمومی روسیه از تاجیکستان درج میکردن، حتما در همون اخبارا اهمیت بده یک صحنه هایی که برای پس زدن ملت تاجیک است در اونجا هست. حتما یک خر پیدا میشه در اون آخری برنامهشون یا یک شخصیتی با لباس ژنده را پیدا میکنن، اون حتما نوار میگیرن که ببینه که ایمیج تاجیکا همین است. اونا دیده و دانسته در طول 30 سال وسایل اخباری عمومی روسیه از تاجیکستان خبر درج کرده است. اگر شما بکاوه حتما پیدا میکنه که در همه اخبارشون یک تحقیر نسبت خلق تاجیک وجود دارد. این قصدن است. صدای مرا داری برادر؟ بله برادر، بله فهمیدم گپ شما رو. سببش چی است؟ سبب فرض کردیم به حکمتی دولتداری است، نتونستنی فرض کردیم برداشتن آبرو اعتباری می بله به آواز شما خاموش شده بود. صدا ما داره؟ بله یعنی به همین طور میخوان نفوذ خودشون بیشتر کنن و روی یک ملت و یک کشور توسط نمایندهشون پس بکنن. ببینه برادر در جنگ بزرگ وطنی از خلق تاجیکستان 25% خلق تاجیکستان در همین جنگ وفات کردن. شما با نام یک قهرمان خلق تاجیک یک کوچه در روسیه میبینه، یک استانسیه مترو میبینه، یک یادگاری تاریخی میبینه. این آیا تحقیر نیست؟ نیست. من شخصا همیشه فکر میکنم که 33% خلق تاجیک 380,000 آدم در جنگ بزرگ وطنی جان دادن. همه خلق تاجیک، حتی یک کمپیر خلق تاجیک برای سلطت جنگ بزرگ وطنی جراب میبافتن، گوشت جمع میکردن، نان جمع میکردن، قالین میبافتن، برای پول تانک جمع میکردن، چقدر زحمت ها میکشیدن. امروز یک کوچه در مسکو به نام یک قهرمان خلق تاجیک میبینه. پس چطور ما بیاییم همین عید غلبه را تبریک کنیم در صورتی که ما را سهیم در همین غلبه نمیبینن، نامونه نمیگیرن؟ چرا مثلا هیچ یک پرزیدنت دعوت نشد، فقط یگانه کسی در اشتراک داشت رحمانوف بود؟ سبب در چی است؟ نه دعوت شدن، فقط دعوت قبول نکردن. خب
یگانه کسی قبول کردی رحمان بود. بله بله، ما همین خیلی فکر میکنم که ایمیج آبرو و اعتبار تاجیکستان از داخل پس چیدگی است. شما یک بار ببینید در داخل تاجیکستان بگرده، این بنرها را ببینید، اعلانات را ببینید، نه قانون زبان رعایت میشود، نه احترام به مدنیت تمدن خود خلق تاجیک است. اعلان ها به زبان روسی و تاجیکی ارلش بی‌سوادانه، بدون یک تحلیل، بدون یک باسوادانه نوشتن. شما ببینید وقتی که یک شهرداری، یک دولت نسبت زبان خودش، نسبت آبرو و اعتبار خودش، لیسای خودش، ایمیج خودش همین خیلی معامله بودگی است که دیگران نسبت ما همین خیلی معامله دارن. شما بله برادر کارشناس، شما را گپ نیمش مونده بود، صداتون خاموش شد. اگر همینجا باشه بسیار ذوق‌آور است با شما صحبت کردن. اگر هم همین یک تحلیل یک کنین وزن همین جشن عید غلبه را کو چی است از فکر شما در حال حاضر چقدر وزن داره؟ همین بیشک وزن خوب داره برای ایمیج و آبروی. صدام داره؟ بله 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 صحبت. بیشک وزن خوب دارد اگر از روی عدل و انصاف برخورد شود به همین مسئله. شخصا من دو بابام در همین جنگ از دست دادم. آیا مناسبتی فرض کردیم دولت روسیه نسبت به من و نسبت یک فرض کردیم نمیسه که از گرمانیا می بیاید به چه اندازه است؟ اونا با نان و نمک پیشواز میگیرن و نسبت ما چی معامله داره؟ شما ببینه ما مشکل ان همین جا هست که عادلانه وقتی که همین جشن ها پیشواز گرفته نمی شود و ما را سهیم در همین غلبه نمیدونن و رسما اعلان نمیکنن، این درد آورش این است. ما هیچ وقت فرض کردیم زیدی اون نیستیم که ما بر ضد فاشیسم مبارزه بودیم، یک فرض کردیم بلا را از سر انسانیت دور کردیم، لکن سهم ما در همین جا، خدمت خلق تاجیک نادیده گرفته می شود. مهم انا این چیز است. بله، یعنی برای ملت تاجیک تا اون اینقدر قربانی داده است به اهمیتی میکرده میشه، هیچ ارزش قائل نشدن تا حالی. بله، خیلی یک مثال بیارم. ما فرض کردیم سال 1941 دیویزیه که مسکو را از داخل شدن فاشیستا حمایت کرد دیویزیه تاجیکستان بود. شما میدونی امیرا؟ نه با خبر نبودم از این. دیویزیه تاجیکستان معنی وارد شدن نمیسا در مسکو شده بود. یکی از دیویزیایی که فرض کردیم نمیسا را نگذاشتن که داخل مسکو شود. این اقلا یک هیکل، یک یادگاری، یک فرض کردیم نام قهرمان خلق تاجیک باید در همین جا باشد. من شخصا همین خیلی فکر بیا یک استانسیون مترو فرزند میکنم. یگان بار در همین کارها از طریق تاجیکستان یگان پیشنهاد شدگی است؟ ببینه ایمیج تاجیکستان در طول 30 سال برای ایمیج و آبروی خودش یگان کاری نکرده است. همه وقت ما کوشش میکنیم که دیگرها از ما راضی باشن. ببینه ایندیرا یک سیاستمدار هندوستان بود، زن بود، میگفت که هندوستان دشمن دائمی ندارد و دوست دائمی هم ندارد. هندوستان فقط منفعت دائمی دارد. دولتی که اگر حکمت سیاستمداری داشته باشد، حکمت دولتداری داشته باشد، همه وقت از پشت منافع دولتی ملت خودش باید که چیکار کند؟ دفاع کند. منفعت، آبرو، ایمیج، اعتبار، این چیزهایی نیست که برای آدم هدیهش بتیان. تو اونا باید بگیری. همین خلاص دعوا کنی بگیری همین آبرو و اعتبار خطا. ما باید دعوا داشته باشیم. ما باید فرض کردم دو بابای من در همین جنگ فرض کردیم شهید شدن، در همین جنگ 941 فرض کردیم 45. لکن مثال مناسبت نسبتی من در روسیه چگونه هست؟ و یک شخصی که فرض کردیم باباش آمده بود در روسیه آدمو را کشته بود، حاضر نمیست از گرمانیا بیا، مناسبت نسبتی و چگونه هست؟ بله، فرق هست اینجا. فقط ما تاجیکا ایمیج و اعتبار خودمون در داخل دولت که از دست دادیم. ببینه شخصی که یک فرزندی که در داخل اویلش آبرو و اعتبار ندارد، اونا حتما همسایه احترامش نمیکنن.
وقتی که فرزنده که در داخل خانهش آبرو اعتبار داره، پدر و مادر و برادرش نسبت و احترام دارن، حتما در کوچه برای او احترام قائل میشن. ما را ملت متاسفانه در شخصیت امام علی رحمه الله فرض کردیم ملت تاجیک تحقیر میشد. شما ببینید 5-6 سال پیش در یک بنری فرض کردیم مسکو یک اعلان، یک کلمه یک حرفش خطا بود. تمام وسایل اخباری عمومی روسیه اینا درک کردن، فهمیدن، در حال پیش گرفتن که چطور میشه که در یک دولتی بزرگ یک بنر یک حرفش به سوادانه نوشته شدگی است. اینا میفهمن و نمیفهمن که فرض کردیم ما پرزیدنت یک دولت مثلا نامش دیگر میگیریم یا که نسبتش به احترام میکنیم، میدونن دیده و دانسته تحقیر میکنن. من از شما را گفتم که در طول 30 ساله که من فرض کردیم وسایل اخبار عمومی روسیه از تاجیکستان برنامه تهیه میکنن، حتما در اخیر برنامهشون یک خر پیدا میکنن، صورت میگیرن در داخل شنبه که اون خر اونجا وجود نداره، یا یک شخصای جولیده و فرض کردیم چیرکین پیدا میکنن، صورت میگیرن، در آخر نشان میدن که این ایمیج آبرو اعتبار تاجیکی است. و ایمیج ما و فرض کردیم وزارت اطلاع تاجیکستان، وزارت فرض کردیم فرهنگ تاجیکستان نباید به همین خیلی ژورنالیستایی که در ایمیج آبروی تاجیکا فرض کردیم تجاوز میکنن به اونا اجازه داده شود که داخل شوند و از اونجا برنامه تهیه کنن. هر یک دولت ها ببینه که یک سپیسک، یک روی خط سیاه دارن، شخصی که در طول حیاتش یک بار نسبت فرض کردیم یک دولت تحقیر کرده باشه و یگان امکان اون از اون دولت راه نمیتین داخل شدن. ما میبینیم که شخصی که ما را تحقیر میکنه از تلویزیون های مرکزی روسیه میبیاد تاجیکستان منون نمک ما را پیشوازش میگیره. وقتی که ما خودمون را احترام نمیکنیم بودگی است که دیگران ما را احترام نمیکنن. و همین نقطه را که با پیشکی ذکر کردم که مثلا در افغانستان چند نفر در یک حالت در وقتی در بحث انفجار از دنیا گذشت در وقتی درس خونه در مکتب و با اونا تعزیه بیان کرده شد و به مردم وروق که 20 سرباز ما در اوجا گذشت مثلا تعزیه بیان کرده نشد. همین چقدر تاثیر میگذارد به ایمیجی یک حکومت اصلا، یعنی که به ایمیجی یک سیاستمدار در خارج کشور، در داخل که ما یک طرف بگذاریم ولی در خارج آیا این تاثیر میگذاره؟ ببینه آبروی اعتباری فرد میگیرد زی ملت احترام، ملت از افراد مییابد نظام. فرد شخصیت از بزرگی ملتش آبرو میگیره. وقتی که ملت آبرو نداره، وقتی که نسبت ملت به آبروگی میشه. ببینه فرض کردیم تبریکاتی وابسته به عید رمضان یا عید قربانی پرزیدنت توسط یک فرض کردیم ژورنالیست خوانده میشه، این به احترامی نسبت همون ملت نیست. وقتی که من یک کتاب خواندم که در شهر کوفه یک کوپرک ویران میشه و گوسفند یک آدم پاش میشکنه در زمان حضرت عمر میگه که من در روز قیامت در نزد خداوند جوابگو هستم که من فرض کردیم خلیفه مسلمان هستم و یک کوپرک ساز نکردم و گوسفند یک نفر پاش شکست، من در نزد خداوند جوابگو هستم. شخصی که فرض کرده مسئولیتی 10 میلیون آدم بالاش هست، فرزند یک آدم، شما تصور کنید که یک کودک تا 18 سالگی و 20 سالگی را کلان کردن این بازی است، اون بیمار میشه و چقدر جان ما در فرض کردیم جنبش میدره. حتما این تحقیر نسبت ملت تاجیک است. روزی یکم شهید باید که چیکار میکردن؟ اعلان روز ماتم میکردن و همه شهیدها باید که با نام گرفته میشدن و حتما پرزیدنت شخصا میبرامد چیکار میکرد؟ تعزیه بیان میکرد و سروزیرش هم و همه ژورنالیست‌ها و دیگه. این تحقیر نسبتی، من شخصا فکر میکنم که تحقیر نسبتی همین ملت تاجیک است و من از همین جا یک پیشنهاد دارم که همه شخصایی که در همین جنگ باروخ شهید شدن به اونا قهرمان خلق تاجیک داده شود. آینده حکومتی نوی که سر قدرت میبیاد حتما کاری که یکم میکنه به همه کشته شدگانی که از مرز و بوم تاجیکان حمایت کردن به اونها قهرمان خلق تاجیک داده شود. ما به بودن آنها افتخار داریم، ما از نام آنها در آینده افتخار میکنیم و فرزندای ما در ان همین عمل اینها، در ان طرز رفتار اینها تربیت خواهند یافت. شجاعت از اینو باید آموخت. بله
من پیشتر در برنامه گذشته گفته بودم که باید به این کسایی که در لب مرز هستند مدال شجاعت داده بشود تا اینکه دیگر رو عبرت بگیرند. نه تنها مدال شجاعت، اینا قهرمان خلق تاجیک هستند. بله. و اینا قهرمان دادن در کار. ما در ان همین حیات اینها، در طرز زندگی اینها، در شجاعت اینها باید فرزندها آینده قهرمان ها و دافعان ملت تاجیک چیکار کنیم؟ تربیت کنیم. بله. در اینجا گفته است که نگاه کنین که اولو کم اکرام کردم نگاه کنین تطبیق عملهای قرارهای در این جاده قبلا قبول شده تاکید کرده. اشاره پرزیدنت امامعلی رحمانو به قرارهای قبلا قبول شده به وعده های مسکر در مورد به اسلحه و مهمات جنگی تامین کردن ارتش تاجیکستان و نیروهای مرزبانی کشور است که هنوز به پورگی اجرا نشده است. یعنی قبلا قانون قبول شده است که باید حکومت روسیه به تاجیکستان چیزای نظامی مثلا چی کنه، تا حال همون شرطنامه‌ای که بین اینو مثلا نوشته شده است اجرا نشده است پورگی. آیا فکر میکنید این به چی اشاره میکند؟ برای همین آمادگی جنگی قرقیزستان و افغانستان، یا اینکه اینجا فکری دیگری است که ما از این خبر نداریم؟ از دیدگاه خود چی چیز اینجا پنهان است پشت همین درخواست ها؟ ببینید همه وقت دولت های دوم درجه باید که دستنگر باشن، همین خیلی است. بله. با وعدای پوچ خالی ما را همه وقت کیسه همون با چهارمغزای پوچ پر میکنن. در طول 30 سال تمامی فرض کردیم قراردادهایی که بین دولت روسیه و تاجیکستان انجام گرفتن کدامیش به گویم که حد عمل درآمد؟ شما مثال زده میتونید؟ نه نیست. و همین خاطر این ریتاریسکی واپروس است، یکی به زبان روسی سوالی که جواب نمیخواهد. یعنی شما فکر میکنید که این اجرا نمیشود؟ نه، اجرا میشه در حدی منافع فرض کردیم دولت روسیه که حتما باید که در کدام اندازه ما باید که حتما دستنگر باشیم، حتما احتیاج داشته باشیم. بله. دستنگر کاری را مستقلانه انجام داده نتونیم. یعنی فکر میکنی روسیه در مرز قرقیزستان تاجیکستان یگان چی دارد؟ زیرا بعد از سفر امامعلی رحمانوف رئیس فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین به جابوروف زنگ زد، به اون صحبت کرد. صدر جابوروف صحبت تلفنی داشتن و او را دعوت کرد به مسکو. فکر میکنید پشت این چی ایستاده است و چرا این دعوت صورت گرفت؟ ببینید، من همه گفته‌های شفچنکو بسیار خوشم اومد. کارشناس ژورنالیست روسیه میگه که همه وقت دولت‌های فرض کردیم بر قدرت نیاز به یک دولت‌های دیکتاتوری دارن. ببینید، برای آن که فرض کردیم روسیه در قرقیزستان یک عمل را انجام بده، یک کار انجام بده، باید که رضاگی فرض کردیم پرزیدنت بگیره، رضاگی پارلمنت بگیره، رضاگی فرض کردیم جامعه شهروندی را به دست بیاره. از تاجیکستان باشه یک نفر همه این جواب میده، فقط امامعلی را راضی کردن در کار تمام. و همین خاطر اینو منفعت دار هستند که در قرقیزستان هم مثل تاجیکستان یک افضل‌ترین رژیم با وجود بیاید. من 100% همین فکر طرفدار است. همین فشارها با خاطر همین است از دیدگاه شما را مثل من همین خیلی فکر میکنم. بله. حالا یک نوار دیگه ای است، واقعا در شبکه‌های اجتماعی زیر خیلی زیاد نشر شد. من دقیقا نمیدونم که واقعا این کی را ثبت کرده است، ولی به هر صورت اگر اجازه بفرمایید این ویدیو رو من میگذارم، مجبورم تماشاش میکنیم و بعدا ان شاء الله صحبت ادامه میدیم. Смотрите. Это что, Брежнев, что ли, рядом идет? Похоже как. О, Путин, молодец. О, как будто Брежнев, правда. این نوار شما تماشا کردید دوستان گرامی. شما ببینید وقتی که تلویزیون رسمی یک کشور یک نفر مورد تمسخر قرار میتید، آیا فرقی نمی کند اون صحوان از دیگه هر نمودی که نباشد؟ دیگه همه انسان ها جرأت پیدا میکنن که این خیلی مورد مسخره و تمسخر یک نفر دیگر قرار بدن.
وقتی که پرزیدنت یک کشور را در تلویزیون‌های رسمی مسخرهش کردن، ازمگیش کردن، نامش پس زدن، هیچ کس نشماریدن و این دیگر کودک‌ها و هر کس میبره در هر یک رسانه هر چیزش نمیبره. شما دیدید که الکی در چندین رسانه‌های دیگری مردم روس چخیل امام علی رحمانوف مسخرهش کردن، چخیل مذاقش کرد. ببخشید شما یک دو سال سه سال پیش از طرف یک تلویزیونی فرض کردیم روسیه نسبت خلق چچنی انگوش یک برنامه تحقیر کننده بود. چچنسو انگوشو برآمد کردن، گفتن که ما میخواهیم که همین دیرکتری همین کانال، رژیسور و ژورنالیست و شخصی که همین برنامه را تهیه کردن رسما از ما عذر پرسن. باور کنید 3 روز وقت چون دادم، شبکه TNT بود باشه. بله، همگی یک روز نگذشته دیرکتری کانال، ژورنالیست و شخصی که همین برنامه را تهیه کردن رسما از خلقی که چچن چکار کردن عذر پرسیدن. آیا به این خیل فرض کردیم مناسبت به این خیل فرض کردیم شجاعت قائل نمیشه؟ آیا اونو به خودشون اجازه میتیم فرض کردیم حتی خیلی ژورنالیست با قوت هم باشه که نسبت یک خلقی که احترام به خودش داره همین خیلی چیز رو ببینه؟ خود برژنف بعد از فرض کردیم سری قدرت رفتنش به یک چخیل بگم به یک پرسوناژ مضحکوی در انکدوت های روسی همچون یک آدمی بیسواد معروف است. به همین خاطر مانند کردن فرض کردیم رحمانوف با برژنف این یک تحقیر است. برژنف یک شخصی بود که از اون هیچی وابسته نبود، در یک کاغذ می نوشتن می دادنش. یا انکدوت است، اگر اجازه باشه بگم درباره همین برژنف. بفرما. میگه که وقتی که مارگاریتا تیچر میبیه مسکو بخوری میشه و برژنف میگه که السلام علیکم اندرا گاندی. اگر این بر روسیه است من با تاجیکی میگم. بعد میخزن اون یاردمچوش میگن که لئونید ایلیچ این کی است؟ مارگاریتا تیچر است، سروزیر ویلکا بریتانیا. با میگه که السلام علیکم فرض کردیم اندرا گاندی. 2 بار میگه، 3 بار میگه. بعد میگن اخیر مهمون ما مارگاریتا تیچر است. خیلی میگه چیکار کنم تو تک نپیسونه. فهمیدی؟ همین خیلی نوشتهش دیگه است، من بالا کاغذ میخونم. به همین خاطر یک پرسوناژ مضحکوی است در عالم سیاست بعد رفتن شوروی. به همین خاطر مانند کردن شم فرض کردیم با برژنف به خاطر مسخره کردن است گمان میکنم. بله، حوزه ما باید بالا یک چیز دیگه تذکر کنیم که بعد از مسخره کردن منظور امام علی رحمانوف چقدر تاثیر میگذاره بالای شهروندان خودی ما که در داخل روسیه قرار دارن. آیا اینا بعد از این بازم هر خیلی که ما مورد تمسخره مردم قرار میگیریم، حالا این وضعیت بدتر نمیشود؟ ببینید آبرو و اعتبار رو یک چیزی هست که آدم میتونه که 50 سال درباره آبروش کار کنه. خب یک شخص میتونه که در 1 دقیقه آبروش از دست بده. آبرو و اعتبار و حیثیتی که شهرت قدرتی که تاجیک‌ها در طول 1000 سالها کسب کردن ما در طول 30 سال از دست دادیم. متوجه شده؟ بله. این خیلی تأسف آور است و برای به دست آوردن همون بزرگی تاجیک‌ها ببینید از هر یک شخصیت، نه تنها از امام علی رحمان، از هر یک شخصیت ما وابسته است که ما چقدر نسبت آبرو و اعتبار و حیثیت تاجیک خودمان چی هستیم حساس هستیم. من میبخشه یک بچه خیلی زیبای خوشرو یک ویدیو کرده بود، من دیدم 2 خر گذاشته است در 2 طرفش برای همونا کلیپ سینمات کرده است. میگه در این پره تو شیشته، در این پره من شیشتم. با همینه در مثال یوتیوب پهن کردن. ببینید هر یک شخص وقتی که در عائله هست باید آبروی اعتبار عائله‌اش حفظ کنه. وقتی که از خانه‌اش برآمد آبروی اعتباری همون کوچه در گردن اون است. وقتی که از قشلاق ریان رفت آبروی اعتباری قشلاق بالای اون است. وقتی که از ریانش مرکزش ریسپوبلیکا رفت، دولت رفت، آبروی اعتباری همون ولایتش در گردن وی است. وقتی که از دولت بیرون رفت آبروی اعتباری تمام خلق تاجیک در گردن وی است.
ما در همه جا باید مسئولیت حس کنیم که هر یک عمل، هر یک رفتار، هر یک فکری که ما میکنیم. اینا ببینه یک مثال عادی در این استریم های آزاد شما بچه‌های میآیند به زبان روسی برآمد میکنن که تماما 2 کلمه را به زبان روسی گفتن نمیتونن. از اونها خواهش میشه که شما که زبان روسی را نمیدونید، خواهش میکنم از شما با زبان مادریتان برآمد کنید. یا که اگر یگان فرض کردیم گپ گفتنی داره، یک شخصی را که زبان روسی را میدونه بگه برای شما یک تکست، یک برنامه مهیا کنه، شما از روی کاغذ بخونید، یگان جای عیبش نیست. لکن به سوادانه گپ زدن این جای عیبش است. این ایمیج تاجیکی ما را پست میکنن. کدومی که از خودت باوری نداری به زبان روسی گفتن نمیتونی، بود دابر گفتی روسا به زبان مادریت گپ زن. یا که بگو یک شخصی را که یک تکست خوب برای تو آماده کنه مهیا کنه و از روی کاغذ بخون. همه چیز در ابرو و اعتبار فرض کردیم ایمیج ما را خدشه‌دار میکنه. نه ما باید نگذاریم شخصی که همین میگه که اگر خواهی که فاسد نشود روزگار به کار نادیده مفرمای کار. یک شخصی یک کار نمیتونه، اگر تو همون کار در دستی او دادی، او زندگی فساد میشه، زندگی هلاک میشه، نیست نابود میشه. و همین یک برادرای شمالی هم مقال دارن میگه گنجش که کشد قصاب. خب همین گنجش خودش چند قدر گوشت داره، لکن همین گنجش کم باید که ما به قصاب باور کنیم بتیم که بکشش. در عمل های سیاسی در فرض کردیم برنامه سیاسی در باره سیاست شخصی باید برآمد کنند که از سیاست بوی بردن، حداقل کتاب خواندن، حداقل میدونن که فرض کردیم در دنیا چند دولت وجود داره، چند منطقه است، چند فرض کردیم ماتریک است، کدام دولت با کدام سیستم فرض کردیم دولت داری اداره میشه. حداقلش باید بدونن، حداقل باید بدونن که ما چند همسرحد داریم. بله. برای همین قدر از همه بلاگرهای تاجیک خواهش می شود که به زبان مادری خودشان صحبت. این بعد یک خواهش دیگه از شما داشتم که بلاگرهای روس، ژورنالیست‌های خوب، سیاستمدارای خوب، شخصیت‌های عادلی که نسبتی قضیه عزت امان، نسبتی فرض کردیم با واقعه‌های واروخ برآمد کردن و عادلانه گپ زدن، از اونا یک تشکری بکنه، در برنامه هاشون اعضا شوه، یک فرض کردیم 2 کلمه مثال بنویسه که ما از شما خوشنود هستیم، تشکر کنه برای اونا. طرفدارای ما زیاد میشن. فرض کردیم رسلان قربانوف و شفچنکو و مثال انا کاستالون ازبکسکی و کوچ تیوی و دیگه شخصایی که مثال از روی انصاف نسبت همین برنامه کار کردن، ما از اونا باید تشکری کنیم، حتما رسما برآمد کنیم و بچه‌ها را دعوت کنیم که در همین کانال ها اینا اعضا شوند و کامنت بنویسن و از اونا تشکری کنن و این هم خیلی ایمیج تاجیکی ما را بالا میبره. تشکر. ما حتما فکر میکنم که بچه‌ها پیشنهاد شما را شنیدن، مسئولین هم حتما فکر شما را میشنون، پیشنهاد شما را شنیدن و ما از اینجا از تمام دوستانی که روسیشون، زبان روسیشون خوب است و میتوانند فکرشون را آزاد بنویسند و بدون اشتباه، از کسانی که میتونن اون را بیان کنن در تحت تمام نظریات کسایی که برای مردم تاجیک ذره خدمت منصفانه کردن، حتی هم گپ رو که زدن، بدروین در نظریات بنویسین و حتما مسئولین حرکت هم انشالله که یک بیانیه خواهند نوشت در ارتباط همین پیشنهادی که این برادر کارشناس کردن. برادر کارشناس اگر دیگه آخر سخن یگان چه گفتنی باشین، بچه‌ها خیلی صحبت‌ها خیلی جالب بود، قطعی خیلی زیادتر تقریبا یک ساعت قطعی در اینجا صحبت کردیم، چون واقعا قطعی خیلی جالب دیگه. اگر اجازه باشه دیگه رو وقتا رو تیم با بچه‌ها صحبت کنن. یعنی آخر سخنم همین میشه. 2 مصرع از محمد اقبال میگم که قدسیان را صبح عید آن ساعت که شود بیدار چشمی ملت. با آرزو امید بیداری ملت سربلندی از دست رفته ملت تاجیک با شما خداحافظی میکنم. خداحافظ برای کار. خداحافظ و خدا نگهدار. تشکر از حضورتون و امیدوارم که در برنامه بعدی حتما اشتراک میکنید و با هم صحبت بکنیم. سلام علیکم و خدا نگهدار.